برنه برام میگه من یه جایی با یه خانومی داشتم حرف میزدم، بهش گفتم من خیلی دوست دارم، سال اولی بوده که بچه دار شده بوده که خیلی وقت خوب نخوابیدم و خیلی دوست دارم یه مرخصی کوتاهی از مادر بودن بگیرم و بخوابم، یه چند روز فقط بخواب. بعد محیط شروع میکنه یعنی پشیمونی از بچه دار شدن، یعنی مادر خوبی نیست، یعنی دوست نداری بچه. نه، حرف این نیست. ولی من میخوام بگم این تصویری که هیچ مادری حق گلایه نداره چون محیط بهش حمله میکنه خیلی وحشتناکه. آقا سعد، پژوهش‌ها نشون میده پدر و مادر، مخصوصا مادر، در سال اول تولد فرزندشون اندازه نصف یک آدم معمولی میخوابند. 1 سال، نه 1 هفته. 1 هفته خوب نخوابید، ببینید حالتون چیه. اصلا ربطی به عشق اون مادر نداره. من میخوام به اون خانومی که شاید این حس رو تجربه کرده که خیلی دیگه خسته شدم، کاش میشد 2 روز بخوابم به حال خودم باشم، بگم تو مادر بدی نیستی. به پدری که مادر بی‌نظیری هستی که اینقدر بیش از توانت. آره، و اینکه هنوز با وجود اینکه 1 سال خوب نخوابیدی، اگه بچت ناله کوتاهی میکنه و تو از خواب بیدار میشی، یعنی تو خیلی عاشقی.